درود دوستان گرامی، در قسمت‌های قبل یه مقدار با فعل آشنا شدیم و متوجه شدیم که چطور میشه فعل در زمان حال و با حالت ایندیکاتیو یا اخباری ساخت. مثالی هم که زدیم by no بود، گفتیم که معمولا افعال یه جزء ثابت دارن، در اینجا مثلا باین، و یه سری حروف و صداها بهشون اضافه میشه و با کمک اضافه کردن این حروف میتونیم فعل رو صرف کنیم. مثلا by no به معنی میروم، باینس میروی، باینه میرود، باینومن میرویم، باینته میروید و باینوسی یا باینوسین به معنی میروند. به همین سادگی یک بن، یک جزء ثابت به اضافه یه سری حروفی که باهاش میتونیم فعل رو صرف کنیم. تا اینجای کار خب ساده است و روون و مشکلی نداره. بعضی موقع ها فعلی که با ما میگن، مثلا توی فرهنگ واژگان نگاه میکنیم، یک فعل به این صورت هوراو به معنی دیدن، یا اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم میبینم. این او مربوط به اول شخص مفرد دیگه، من میبینم، هوراو. در نگاه اول خیلی فرقی نداره با باینو، ولی یکم دقیق‌تر اگه بشیم متوجه میشیم که در این جزء ثابتی که داره اصطلاحاً جزء ثابتش با یک حرف صدادار تموم میشه. هوراو یعنی دو تا حرف صدادار عملاً پشت سر هم اومدن. هوراو. در مورد باینو اینطور نبود. باین با یک حرف بی صدا تمام میشد و بعد بهش او، اس و بقیه اضافه میکردیم، ولی در این مورد اگر دقت کنید شما یک حرف صدادار دارید، هوراو. بیاین این رو طبق همون قاعده که یاد گرفتیم با هم صرف کنیم. هوراو، خب من میبینم. اگه بخوام بگیم میبینی چطور میشه؟ خب همون جزء ثابت هورا، یه اس بهش اضافه میکنه، هورا اس. میبیند هورا، میبینیم هورا، قاعدتا باید اومن بهش اضافه بشه، هورا اومن، یعنی چیزی. میبینید هورا ایت و میبینند هورا اوسی. اوکی. چیزی که یاد گرفتیم، قاعده‌ای که یاد گرفتیم یا پیاده کردیم، فعل رو صرف کردیم. اون چیزی که پژوهشگران و زبانشناسان میگن اینه که خب عملاً هم در دوره‌های بسیار کهن یونانی باستان همین طور مینوشتن و میخوندن، یعنی شاید در حدود پیش از قرن 5-6 میلادی، یعنی هوراو، هورایس، هورای، همینطور میخوندن و مینوشتن و طبق همون قاعده. ولی به مرور زمان در یونانی باستان به خاطر راحتی در تلفظ و روانتر شدن خوانش و نگارش، کاری که کردن این بود که اومدن این حرف صدادار آخر بن رو با این حرف صدادار بعدیش که برای صرف فعله در هم ادغام کردن. اصطلاحاً به این کار میگیم contraction، ادغام، ممزوج کردن، یکی کردن، فشرده کردن در هم. هوراو. به مرور دیگه اونها هوراو نخوندن، این رو هورو خوندن. هورو، یک اوی کشیده، آ با او، اومگا با هم ممزوج شد، ادغام شد، یک اوی کشیده، هورو، هورو. همین اتفاق برای فعل دیگه هم میفته. اینجا شما آ دارید و ای، اینها با هم ادغام میشه و میشه هوراس. یه آی کشیده، یه یوتام این پایین هست که خونده نمیشه، این در واقع ایه ولی در خوانش ما تأثیری نداره، فقط می نویسیمش. هوراس، این آ با ای با هم ادغام شد یک آی کشیده، هوراس، میبینی. بعدی چی؟ این آ با ای، درست مثل فعل قبلی، هورا. چیزی که اول ساخته بودیم هوراومن بود، ولی برای اینکه زیباتر و درست‌تر بشه کانترکشن انجام میدیم. این او، این آ و او رو با هم ادغام میکنیم و میشه هورومن.
هورامن، یه اوی اومگای با صدای اوی کشیده. اینجا هورا داشتیم با یه ای. چه اتفاقی میفته؟ کانترکشن انجام میشه و نتیجتاً هورا ت و در آخر هورو سی. پس به طور خلاصه چه اتفاقی افتاد؟ ما بنی که داشتیم، ریشه، اون جزء ثابتی که داشتیم با یک حرف صدادار تموم میشد مثل آ و باید دوباره به این حرف صدادار یک حرف صدادار دیگه اضافه میکردیم، یک آوای دیگه اضافه میکردیم تا بتونیم فعلمون صرف کنیم. هورا او، هورا اس، هورا ای. و توضیح دادیم که به مرور زمان قانونی به وجود اومد که این حروف صدادار در هم ادغام میشد، کانترکشن انجام میشد طبق قواعد و قوانین خاصی که در ادامه براتون خواهم گفت. اینها در هم ادغام میشد، کانترکشن انجام میشد. برای مثال هورا او دیگه نداریم، هورا داریم. آ و او با هم ادغام شد. هورا اس نمیگیم، هوراس. هورا ای نمیگیم، هورا. هورا اومن دیگه نداریم، آ و او با هم ادغام شد و شد هورامن، یعنی میبینیم. هورا اته نداریم، اینها با هم ادغام میشن هوراته، میبینید. و در آخر هورا اوسی. این آ با این او با هم کانترکشن انجام دادن، ادغام شدن، ترکیب شدن، ممزوج شدن، یکی شدن، شد هوراسی. در رابطه با کانترکشن و ادغام آواها برای اینکه گیج نشیم، کتاب Reading Greek یک راهنمایی بسیار بسیار خوب به صورت جدول آورده، میتونیم ازش استفاده کنیم. برای مثال وقتی فعل ما با آ تموم میشه و ما میخوایم اومگا یا آ رو بهش اضافه کنیم، نتیجه ادغام یک آ هست دوباره، ولی خب کشیده تر. یا مثلا وقتی فعل ما به ای ختم میشه و ما میخوایم بعدش او بیاریم، نتیجه ادغام او هست. و یا به طور مثال وقتی فعل ما به او ختم میشه و ما بعدش میخوایم ای رو ای کشیده رو بیاریم، نتیجه ادغام میشه صدای اوی. این فعل هایی که تو صرفشون از کانترکشن استفاده میکنیم اصطلاحاً میگن contracted verb، verb های کانترکت شده، فشرده شده قاعدتاً. آیا فعل های دیگه هم داریم از این دست؟ بله زیاد داریم، ولی برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم داستان صرف اینها رو، معمولاً تقسیم بندی میکنیم این فعل ها رو بر اساس اون نوع حرف صداداری که در آخرشون اومده. مثلا مثالی که زدیم هورا او، این فرمی هست که در فرهنگ لغات و اون منابع و متن مرجع میاد و معمولاً چیزی که در دیکشنری شما میبینین فرم غیر کانترکشن فعل هست. ما یاد گرفتیم که در صرف فعل هوراو نمیگیم، میگیم هورو. منتها برای اینکه اشتباه نشه و بشه بهتر تجزیه تحلیل کرد، چیزی که در متن مرجع و اون فرهنگ لغت نوشته میشه فرم غیر کانترکتده، هوراو. شما از اینجا متوجه میشین که خب این یک فعلی هست که این قسمت ثابت و بن ثابتش با یک حرف صدادار تمام میشه و بنابراین برای ساخت فعل و صرفش حتما باید کانترکشن انجام بدیم. بعضی فعل ها هم هستن که پایانشون با ای هست، مثلا پویه او به معنی انجام دادن یا ساختن. پویه او بن ثابتش پویه هست، با ای ختم میشه. و بعضی از فعل هم هستن که با او ختم میشه، مثل دلو او به معنی نشان دادن، نمایش دادن. اون بن ثابتش با او ختم میشه. پس در حالت کلی فعل های کانترکتد سه نوع هستن، یا اونایی که به آ ختم میشن، یا اونایی که به ای ختم میشن، یا اونایی که به او ختم میشن.
همشون کانترکشن روش انجام میشه، ادغام میشن با حرف بعدیشون، ولی به روش‌های مختلفی که براتون توضیح میدم. درباره هوراو یا هورو توضیح دادیم. الان میخوام صرف فعل پویه رو بهتون نشون بدم. پویه به معنی انجام دادن یا ساختن. پویه خب باید او بهش اضافه کنیم، در نتیجه پویو ساخته میشه طبق همون جدولی که توضیح دادم. ای داریم و یک اوی کشیده، نتیجتاً او. پویه جزء ثابت به اضافه اس چی میشه؟ پویس. به معنی میسازی یا انجام میدهی. پویه به اضافه ای پویه. پویه یکم کشیده تر میشه. پویه به اضافه اومن. شما ای دارید اینجا به اضافه او. پویومن. پویه به اضافه اته. پویته. و در آخر پویه به اضافه اوسی. پویوسی. پویوسی به معنی انجام میدهند یا میسازند. پس پویه او چیزی که در دیکشنری میبینید این حالت هست. پویه او. پویه او رو که میبینیم متوجه میشیم خب یک بنه ثابت داره پویه که او بهش اضافه شده. پس ما چون بنه ثابتمون، بخش ثابت فعلمون با حرف صدادار ا تمام میشه، متوجه میشیم با یک فعل کانترکتد احتمالاً سر کار داریم. مثل هوراو یا هورو که توضیح دادیم، این فعل هم کانترکت میشه، فشرده میشه با حرف بعدی خودش، منتها به یک روش دیگه ای داریم ما در بنها ای و او. پویه به اضافه او. پویو. پویس. پویه. پویومن. پویته. پویوسی. فعل هایی که کانترکشن میپذیرن و به آ و ای ختم میشن رو یاد گرفتیم. گفتیم 3 نوع هست. نوع سومش افعالی هست که به او ختم میشه، مثل دلو او. این چیزی هست که شما در فرهنگ لغت میبینید. دلو او جزء ثابتش کدومه؟ دلو. به حرف صدادار ختم شده، بنابراین احتمالاً باید کانترکتش بکنیم، فشردش بکنیم. دلو بیاین صرفش کنیم. دلو به معنی نشان دادن. دلو به اضافه او باید بشه، میشه دلو، کشیده میشه، یعنی نشان میدهم. دلو به اضافه اس باید بشه، دلویس. دلو به اضافه ای باید بشه، دلوی. دلو دوباره به اضافه اومن، برای اینکه اول شخص جمع بتونیم براش بسازیم. فعل نشان میدهیم میشه دلومن. دلومن. دلو به اضافه اته، برای اینکه دوم شخص جمع بسازیم. دلوته. و در آخر دلو به اضافه اوسی
دلوسی، دلوسی یعنی نشان میدهند. پس بن رو ما داریم که با یک حرف صدادار تمام میشه، مثل باینو که از همون ابتدا یاد گرفتیم بهش یه سری شناسه های اضافه میکنیم. تنها تفاوتی که داره با باینو اینه که چون حرف صدادار داریم و حرف بعدی هم صدا داره، اینا با هم ادغام میشن، این دوتا با هم ترکیب میشن، ممزوج میشن طبق اون جدولی که توضیح دادم براتون، و یک حرف میشه گفت جدید ایجاد میشه یا تغییر در اون حرف ایجاد میشه. دلو به اضافه او، دلو کشیده تر نوشته و تلفظ میشه، یا دلو اس، دیگه نمیگیم دلو اس، این او و ا با هم ترکیب میشن. دلویس، دلویس به معنی نشان میدهی. دلوی، دلومن، دلوته و دلوسی. خب متوجه شدیم که فعل هایی که کانترکشن دارن معمولا 3 نوعن، بر اساس اون حرف صداداری که در آخر جزء ثابت میاد. اگه اون جزء ثابت با آ به آ ختم بشه یک دست است، اگر به ای ختم بشه دسته دوم، و اگه به او ختم بشه هم دسته سوم. از این 3 حالت خارج نیست. برای فعل امر ساختن هم برای دسته اول فعل مثلا هوراو یا هورو، فعل امرش میشه هورا یعنی ببین، و در حالت جمع هم هوراته، هوراته یعنی ببینید. پویو به معنی انجام دادن یا ساختن هم فعل امر مفردش میشه پویه، پویه یعنی انجام بده، و پویت انجام بدهید. تو حالت سوم هم مثل فعل دلو یعنی نشان دادن، نمایش دادن. دلو آخرش او میاد، دلو یعنی نشان بده، نمایش بده، و دلوته نمایش بدهید، نشان بدهید. خب یه مختصر درباره قید یا ادورب صحبت کنیم. همونطور که میدونید واژه‌ای هست که درباره فعل یا صفت یک توضیح بیشتری به ما میده. مثلا یه مثال ساده، اسب میدود. مثلا شما فعل داری، میخوای یه توضیح و اطلاعات بیشتری مخاطب بدید درباره فعلت. مثلا میتونید بگید اسب به تندی میدود. این توضیح درباره کیفیت فعل از قید میاد. یا مثلا این گل زیبا، صفت آوردی برای اسمت، میخوای یه مقدار بیشتر درباره این صفت توضیح بدی. مثلا میتونی بگی این گل نسبتاً زیبا یا به شدت زیبا. پس درباره فعل و صفتت با ادورب میتونی توضیحی بیشتری بدی. همین داستان ما قاعدتا در یونانی کلاسیک هم داریم. با یک صفتی قبلا آشنا شده بودیم، کالوس. کالوس معنی زیبا، خوب، دلنشین، نیک، یک صفت مثبت. و فهمیدیم که اینها مثل حروف تعریف صفت‌ها هم صرف میشن تو حالت‌های مختلف بر اساس شمار، جنسیت و نقش دستوری که داره. برای ساخت فعل از دل صفت ما نیاز داریم که صفت رو ببریم و در حالت جمع مذکر و جنتیو یا مضاف الیه صرفش کنیم با توجه به اون جداولی که در اختیارمون داشتیم. کالوس که حالت مفرد مذکر هست در حالت نامیناتیو، یعنی مفرد مذکر فاعلی هست کالوس. اینو اگه بخوایم صرفش کنیم در حالت جمع مذکر و جنتیو یا اضافی مضاف الیه میشه کالون. کالون بهتر بنویسم، کالون. فقط برای ساخت ادورب فقط کافیه که شما این نو رو، صدای ن رو برداری و به جای سیگما بذاری. همین. کالوس قید ساختی به همین راحتی، یعنی به زیبایی یا به خوبی، به نیکی. کالوس به نحوی زیبا، به گونه‌ای خوب. کالوس ادورب ساختی از صفتت. پایت هم
جمع مذکر ژنتیو هست. یک مثال دیگه که آوای شبیه کالوس داره ولی کاملا متضاده، کاکوس به معنی بد یا شوم یا پلید. کاکوس ما جمع مذکر ژنتیو ازش میسازیم، کاکون. فقط کافیه این نو رو یا صدای ن رو بردارید و به جای سیگما صدای س بذارید. کاکوس یعنی با بدی، به گونه‌ای بد، به طرز بدی. به همین راحتی میتونید از صفت در اکثریت موارد قید بسازید.